برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی را من مومن احمدی پیشکش میکنم. سلام بیننده عزیز. امروز 1 ایول است. در برنامه این خبرها را داریم. محمد اقبال صدرالدین و شرف الدین گدایف چی کار کردند؟ دادگاه روسیه امر داده است که هر دوی آنها را دستگیر کنند. سر از این ماه در تاجیکستان آموزگاران و طبیبان و بازنشستگان پول بیشتر میگیرند. زندگیشان بهتر می شود؟ من یگان داروواری رو از تحت دل خریده نمیتونم، برای که همه چی قیمت های پنسه 9 کیلو های. بازداشت شدگان فلسطینی از بدرفتاری و بیرحمی سربازان و پاسبانان اسرائیلی شکایت می کنند. اسرائیل می گوید گپی آنها دروغ است. یکی از دادگاه شهر مسکو امر داده است که شرف الدین گدایف و محمد اقبال صدرالدین دو فعال مخالف حکومت تاجیکستان دستگیر شوند. مدیازونه یکی از رسانه‌های اینترنتی روسی نوشته است که هر دو نفر به پهن کردن خبرهای دروغ درباره جنگ اوکراین ایبدار می‌شوند. جزئیات اتهام معلوم نیست. دادگاه ناحیه بسمنی حکمی بازداشت را آخر ماه می صادر کرده است، ولی آن هفته گذشته از منابع باز دسترسی رسانه‌ها شد. در یک صحبت از شرف الدین گدایف پرسیدیم سبب امر دادگاه مسکو چی بوده میتواند؟ پرونده باز شده پیش از همه ربط دارد به سفر من در ماه نوامبر سال 2022 به اوکراین که من تجاوز روسیه را به خاک اوکراین محکوم کردم و دیگر برآمدهای من که مردم تاجیک را در صف قوه‌های مسلح روسیه گفتم که خودداری کنند و جنگ با اوکراین نروند، چون این به یک کشور مستقل تجاوز کردن روسیه است. محمد اقبال صدرالدین میگوید هدف روسیه از این امر مهر زدن به دهان همه آنهایی است که جنگ مسکو در اوکراین را تنقید میکنند. به قول شرف الدین گدایف هدف از این کار مقامات انتظامی روسیه ترسانیدن دیگر تاجیکان است که درباره جنگ بدلیل روسیه در اوکراین صحبت نکنند. وقتی که روسیه نسبت یک یا دو نفر سرشناس تاجیکان پرونده جنایی باز میکند، به بقیه تاجیکان نشان میدهد که هیچ کس حق ندارد که از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین سخن گوید. یعنی با این راه میخواهد که ترس را در دل آنهایی که از موقع اوکراین و تجاوز نظامی روسیه را به خاک اوکراین محکوم میکند، با آنها ترس را در دل آنها جا بکند که هیچ کس دیگر در این مورد صحبت نکند. شرف الدین گدایف و محمد اقبال صدرالدین از فعالان مخالفان حکومت که در تاجیکستان هم پرونده جنایی دارند در خارج از کشور زندگی میکنند. مقامات انتظامی روسیه 10 تن از مخالفان حکومت تاجیکستان را در گذشته دستگیر کرده و برای محاکمه به دوشنبه فرستاده است. ادامه برنامه. در تاجیکستان از امروز 1 ایول مزد کار کارمندان اداره‌های دولتی از جمله آموزگاران و طبیبان 40% زیاد می شود. کمترین مزد کار هم در کشور نباید کمتر از 800 سومانی باشد. بر اساس فرمانی که رئیس جمهوری تاجیکستان ماه ینور امسال امضا کرد، از این ماه باید حق نفقه و یا بازنشستگی هم 30% بیشتر باشد و پیرانسالان آنهایی که سالهای دراز کار کردند باید پولی بیشتر بگیرند. آیا این پول برای زندگی مردم بازنشسته کافی است؟ گزارش همکاران ما شهلای عبدالله و امیر اسایف در همین باره است. ما هر روز همین محصولات همین خوراکواری را همین بچه‌ها میخرم میگیریم بیچاره، همین مرا یارده میتین، همچون همسایه گفته یارده میکنن. شفتالو 10 سوم، این سبو. ملکه ظریفова از این بازارچه محصولات نیازی اولیه را میخرد. بازنشسته است. 180 سومانی نفقه میگیرد. مبلغی که به گفتهش کافی نیست. من گوش نمیخرم. من گوش خریدن پول ندارم. برای که مبلغ نمیرسه. 1 کیلو گوش 80 سومون است. یگام کستر به خاطر فرزند به خاطر خود گوشت به پول نمیتیته. چنین همین مبلغی داشتگیم خرید میکنم، روزگار خانه را میبرم. این زنی 60 ساله 4 فرزند دارد. 3 نفر آنها از پی زندگی خود رفته و به مادری تنها کمک نمی کنند. حجم نفقه در تاجیکستان وابسته به سابقه کاری از 180 تا 1,500 سومانی است و بازنشسته ها می گویند
با این مبلغ نمیتوانند زندگی خود را پیش برند. ملیکا ظریفова هم با وجود بازنشستگی ناچار کارش را ادامه می‌دهد تا خود و دختری معلولش را تامین کند. در داروش نمیرسه. مادر به تنهایی دختری 38 ساله معلولش را پرستاری می‌کند. او با کوچه‌روبی 500 سومانی معاش می‌گیرد. کمک اجتماعی به دختر معلولش 350 سومانی بوده است. جمعاً 1030 سومانی می‌شود. اما می‌گوید برای زندگی کافی نیست. آب میتونم هر ماه 350 سوم پول آب میتونم. هر ماه مینیمال 280 پول سوئد میتونم. پول سوئد میتونم. مالاش نمیخرم برای دخترچم. روزگار خونه میکنم. من یگام چی پس پرداخت ندارم. که من مثلا یگام جمعه فایده ندارم. غیر اهمی کاری دوباره نکیم. بعد این پرداخت ها در دست ملیکا 400 سومانی میماند. با این نه تنها خوراک یک ماهه 2 نفر بلکه باز داروواری خریداری میکند. یا برای عصبه چند پله و یا تبلت که برای خون میرکود. روزگاری سخت به سلامتیش اثر کرده است. برابر دختر بیمارش برای طبابت خود نیز به مبلغ علاوگی نیاز دارد. پنسه 9 کیلو در من 24 سال استاژ کاری دارم و 28 سال کار کردم. در همین چیسله در همین ساعت هازی من کار کردم. من پنسیونر کار کردم. آمده همین داروواری که برای عصب خدمت برای عصب دخترچه کسلی اینولیدم پیر به گروپ من خریدار کردن نمیتونم. خریداری کردن نمیشه. طبق آمار رسمی حالا در تاجیکستان بیش از 500,000 فردی از 60 سال بالا زندگی میکنند که 6% اهالی این کشور را تشکیل میدهند. بسیاری از سالمندان به دلیل کم بودن نفقه دستنگری فرزند و نزدیکانشان میشوند. از بیماری ها اذیت میکشند یا تا آخر عمر کار میکنند. با وجود آنکه تاجیکستان بودجه خود را اجتماعی مینامد، معاش و نفقه در تاجیکستان در قیاس به کشورهای دیگر منطقه از همه پستر است و ملیکا این را بهتر از همه میداند. بالوروی نفقه میگوید او به اندازه نیست که او را وادار به بازنشستگی و راندن دولتی پیری کند. برنامه را با گزارشی از خاورمیانه ادامه می‌دهیم. مقامات اسرائیل بیش از 15,000 فلسطینی را در زندان نگهداری می‌کنند. بازداشت شدگان از غزه و کرانه باختری منطقه‌های اشغالی هستند. فلسطینیان میگویند شرایط نگهداشت زندانیان وحشتناک است و آنها زیر فشار و شکنجه ماموران اسرائیلی قرار دارند. مقامات اسرائیلی میگویند با محبوسان بر طبق قانون‌های بین المللی مناسبت می‌کنند. گزارشی صدای آمریکا را همکارم شادمان یتیم تقدیم می‌کند. فلسطینیانی که از زندان اسرائیل رها شدند میگویند پس از جنگ در غزه وضع بازداشت شده ها وحشتناک شده است. اسرائیل هزاران فلسطینی را به حکم دادگاه در زندان نگه می‌دارد. عمر آصفی 74 ساله با گمان همکاری با حماس در کرانه باختری بازداشت شده بود. ماه گذشته پس از 6 ماه بازداشت او را رها کردند. بازداشت شدگان را با کلتک می زدند. هر روز نگهبانان با سگ وارد اتاقهای ما می شدند و گازی اشک‌آور سر می دادند. من می توانم نام زندانیانی را به شما گویم که لطوکوب شدند. برخی را به حدی زدند که راه رفتن نمی توانستند. عبدالله زگری رئیس سازمان زندانیان فلسطینی میگوید تا آغاز جنگ 9400 زندانی از کرانه باختری و تقریباً 5000 از غزه در زندانهای اسرائیل بودند. با گفته زندانیان رها شده اکثر وقت آنها با چشم و دست بسته هستند. زگری میگوید 46 زندانی زیر شکنجه جان باختند. آنها صلیب سرخ را نمیگذارند به زندان وارد شود. همیشه زندانیان را میزنند. اکثر آنها را دست و پای و سر و رویشان شکسته است.
دادستانی اسرائیل گفته است که 70 شکایت از شکنجه نسبت به زندانیان فلسطینی را تحقیق می‌کند. حکومت اسرائیل وجود شکنجه زندانیان را رد می‌کند. اسرائیل با زندانیان فلسطینی از روی قانون‌های بین‌المللی رفتار می‌کند. هیچ شکنجه وجود ندارد و تا جای آگاه هم هیچ نشانه از شکنجه نیست. متاسفانه حماس است که اسیران اسرائیلی را هر روز شکنجه می‌کند. پیوندان زندانیان با نگرانی به سر میبرند چون پس از 7 اکتبر سال گذشته دیگر هیچ خبری از نزدیکانشان در زندانهای اسرائیل ندارند. برادر رضا الحق 4 ماه پیش ناپدید شد. پیوندان او تا هفته پیش نمیدانستند که زکریا کجاست. این برای مادرم، همسر برادرم و کودکانش در داور است. تماما نمیدانند که با او چی شده است. فلسطینیان حامی حقوق انسان میگویند از طرح آتش بس در غزه که امکان میدهد اسیران اسرائیلی و زندانیان فلسطینی آزاد شوند پشتیبانی میکند. طرحی که ظاهرا حالا به بنبست رسیده است. برمیگردیم به تاجیکستان. در شهر کولاب که مشکلات نقلیاتی جمعیتی در آن زیاد است، به بنیاد ایستگاه‌های نوی اتوبوس شروع کردند. در این شهر که بیشتر از 200,000 اهالی دارد، تا چند وقت پیش ایستگاهی اتوبوس احیانا به نظر می رسید چون بسیاری از آنها را ویران کرده بودند. حالا مقامات با کمک صاحبکاران به ساختن ایستگاه‌های نو آغاز کردند و وعده دادند که از این پس روای مردم در شهر بهتر می شود. وعده‌ای که باید منتظر ماند و دید که تا کجا عملی خواهد شد. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. اینجا ساختمان ایستگاه مسافرکشانی جریان دارد. این کار را نه حکومت شهر کولاب بلکه صاحبکاران انجام می‌دهند. هر صاحبکار پهلوی هر ایستگاه برای خود مغازه یا داروخانه می‌سازد. شهرداری کولاب میگوید آنها نقشه را آماده کرده اند و به صاحبکاران سپرده اند. ایستگاه‌هایی که با طلبات امروزه ایستگاه‌های زمانوی هستند از طرف سرمعماری شهر لایحه پیشنهاد شده است، لایحه تصدیق شده است و با اون صاحبکارایی که مایل ساختمان امنو دارند ما پیش از همه گفتیم همنو سازند. 5 سال پیش با دستور شهرداری سابق همه ایستگاه‌ها را تخریب کرده بودند. مقامات گفتند که ایستگاه‌ها پاسخگوی طلبات معماری نبودند. عدم ایستگاه‌ها در این چند سال اخیر احساس می‌شد. پیش همی استانافکن بودن، دمی افتای مقصد می‌آمدن می‌ایستادن، همه گرم بود، اوزی استاناف کردن. بهتر شد همه میام میشینن مقصد یا اون چی را ایجاد میکنن زور شده که مقصد. این ایستگاه‌ها در شاهراه کولاب شمس‌الدین شاهین قرار دارد، ولی این ایستگاه‌ها مثل ایستگاه‌های نوساخت مرکز شهر کولاب نیستند. پیش در جای این ایستگاه‌های امانت بانک و دانشگاه راهروی پیاده‌گرد بود. ایستگاه پشت سر من طبق لایحه ساختمان راه کولاب شمس‌الدین شاهین ساخته شده است. چند سال پیش مثل این ایستگاه‌ها را در شهر کولاب تخریب کرده بودند. حالا حکومت محلی میگوید که صاحبکاران محلی این ایستگاه‌ها را برقرار میکنند، اما ایستگاه‌های نو بنیاد شده از این ایستگاه‌هایی که طبق لایحه ساخته شده است فرقی کلان دارد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کولاب. مقامات پاکستان گفتند 18 زندانی از یک زندان در منطقه بحثی هیمالای کشمیر فرار کردند. حادثه 30 ایون رخ داده. در میان زندانیان آنها نیز بودند که به اعدام محکوم شدند. با گفته مقامات پاکستانی یکی از زندانیان با تهدید به یک پاسبان با تفنگچه کلیدهای در زندان را از او گرفته است. ریاض مغول سردار پلیس محل بر رسانه‌ها گفته است یکی از محبوسان فراری در وقت تیراندازی کشته شد. با گفته او در میان فراریان 6 نفرشان به حکم قتل و 3 نفر دیگر به حکم ابد محکوم شده بودند. سردار زندان و چند منصبدار دیگر را از مقام‌هایشان برکنار کردند. و اینجا اخباری آزادی به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را در وبسایت آزادی.org و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب پیدا کنید. خدا نگهدار تا برنامه‌های دیگر.